What's going on guys، حالتون چطوره؟ من آمدم با یه ویدیو خفن دیگه از گیم پلی مولتی پلیر کال آف دیوتی موبایل. خیلی وقتی از کال آف دیوتی موبایل گیم پلی نذاشته بودم، اومدم یه گیم پلی بذارم و بدم. خب دیدم تو مولتی پلیر یه بخشی اومده که 10 دقیقه بهت شانس پریدن با اتفاق زیاد رو میده، همچنین قدرتاتو زود عوض میکنه. خلاصه خوشم اومد و گفتم یه دونه ویدیو بذارم ازش. خیلی خوب بود. تو اولای بازی اصلا کسی رو پیدا نمی‌کردم بزنم چون اسکوادمون قدرتمند بود، ولی بالاخره تونستم پیداش کنم انمی و بزنمش. ببینید که همینطور کاملا ابتدا هیچ کس نیست و فعلا ولگرد میگردیم تا اینکه بریم سمت محوطه دشمن. خب اینجا فکر کردم داشمون کیفش قرمز بود، فکر کردم که دشمنه حقیقتش. اینجا آره شروع کردیم به رنده کردن و میریم جلو با قدرت. این اسنایپر خیلی رو مخم بود و پشت سر هم از دور میزدش. گفتم آفته، چند بار زدمش و هیچ دیگه. خب این داشتمونم اینجا بیو. خیلی پرش که بلند باشه خیلی خوبه، از سر طرف میپری اون ور رو میزنی. اینم فکر کرد خیلی مثلا اینم اگه به قوی داشت میرفت. خب این کل تاشگشم، این کل خیلی خوبه. نگاه بیو. تمام. یه میخواستم بزنم در رفتم جلو بزنمش. بیو. تمام. بیو. نشد. بیو. تمام. اینو میخواستم بزنم قسمتش نشد، رفتم اون یکی رو بزنم فرار کرد متاسفانه. رفتم یه پیداش نکردم تا اینکه دیدم ای جان این اسنایپر اومده بزنم اینجا. میخواستم فینیشش کنم نشد، گفتم بذار با تفنگ معمولی بزنمش. خب سپر به به. 1 2 خب 3 تمام. دوباره بهم سپر داد و گفتم اوکی داشت، من با سپر مشکلی ندارم. خب همینجوری رفتم جلو تا اینکه اصلا اون طرف انمی نبود، کل انمی ها این طرف بود. خب بازم با این پیریپایه رو میده، من اصلا نمیتونم با این بازی کنم چون اصلا نمیتونه دورو بزنه، واسه همین زود میخورم. خب بازی هم این بود که 100 تا کیل بزنیم و تموم کنیم و برای همین زود تموم شد. خب این داشم اونجا با کل ساید ما رو اصلا یکیش با اسنایپ میزنه یکیش با کل میزنه، اصلا معلوم نیست دارن چه گوهی میخورن. یک سپر عاشق سپر، اصلا درو میکنه سپر. خب اینجا فکر کنم بازی داره تموم میشه. آره تموم شد، تمومه. خلاصه اشکید ممنونم. همیشه با آهنگ میذاشتم توی گیم پلی کال اف دیوتی موبایل، گفتم این بار بیام خودم باشم تو تصویر. خلاصه اشکید ممنونم که ویدیو رو نگاه کردی. لایک کامنت ساب یادتون نره. تو اسم کانالمون شک دارم چی بذارم، لطفا اگه پیشنهادی داریم، پیشنهاد خفن مثل کوکسر و بیزیکسر شبیه اینا، حتما تو کامنت ها بنویسی، کامنت ها رو میخونم. به پوستر و پروفم نظر بدین، عوض کنم عوض نکنم خوبه. قربونتون، ممنون، خدافظ.